با چاق‌ترین فرد جهان آشنا شوید. این مرد مکزیکی در سال 2012 با وزن باور نکردنی 635 کیلوگرم به عنوان سنگین‌ترین فرد جهان توسط گینس شناخته شد. زندگی او در سایه چاقی مفرط می‌گذشت. گوی‌زنجه نامرئی او را به زمین بسته بود، اما تسلیم نشد. او با اراده فولادین و عزمی راسخ سفری پرفراز و نشیب در مسیر رهایی از چاقی آغاز کرد. در سال 2017 با اراده خودش و همچنین کمک پزشکان در نهایت موفق شد بیش از 300 کیلوگرم وزن کم کند. داستان او داستانی الهام بخش از مبارزه، امید و اراده است و با تلاش پشتکار میتوان حتی دشوارترین چالش‌ها را پشت سر گذاشت. نام این فرد خوان پدرو است. خوان پدرو به ما نشان داد که حتی در تاریک‌ترین لحظات نیز میتوان نوری از امید یافت و برای رسیدن به آرزوها تلاش کرد. امروزه خوان در سلامت کامل به سر میبرد و به عنوان الهام بخش بسیاری از افراد چاق در سراسر جهان است.